خاك بسم الله كنيكو بچه‌ها بیست تا شو كده نگیده موقعی سیونکه کردیم سیمکا دستیسه وای ما زدی اکا بیو ایدت میتیم ایدتون دو تانگور است سرش کجلا رو وردی کو بای مرا فرم میکنی اید گردکون کو تخوا کو تخم این نورا مایلش خیم این رحیم جان گردکی خدا ای بچه‌ها از خدومی یار و دوستان انگوراتون کم شود شده جزیر کرده نه خیر ایسر سیونکه Rahim Production. ассалому алайкум дӯстони азиз, як минут вақтро мегирем иншаллоҳ ки барои шумо медонам ки 90% ҳар рӯз граница мерем мени шикоят дорем аз бародарое ки граница мебарав проблемаи бисёра барои шумо сарзават мекунад. дӯстони азиз, имрӯз мо тасмим гирифтем ки беҳтарин ширката барои шумо тавсия будем. то имрӯз чизеро ки тавсия додагем иншаллоҳ ба фоидаи шумо шудагем. аз он ҷумла ширкати Муҳиддин, бародари беҳтарин ки зиёда аз 5-6 мошинои комфортни хуб дора. иншаллоҳ аз ҷониби Аллоҳ сабабгор Аллоҳи меҳрабон мешавад. бандаш иншаллоҳ акай Муҳиддинҷон соқ саломат бурда меоратон бо ҳама хизматрасониҳои хубшон. дӯстони азиз, аз номи канали Раҳимҷон гап мезанем. скидкаи хичат дорад ва дар раҳ вақте ки гайёву милисҳо проблематон мекунад иншаллоҳ ки дар нима роҳ намепартед соқ саломат мебара меорад. дӯстонҷон ба ҳар як шумо тавсия метавем ширкати Муҳиддин марҳамат номеро дар рӯи экран занг биза пра маълумота биги акаҷон иншаллоҳ дар ҳаққим дуо мекунӣ. ҳазор раҳмат мегӯӣ ки Раҳимҷон барои ширкат тавсия доданад. аллоҳ нигаҳбонат бо ширкати Муҳиддин бошед. ассалому алайкум дӯстон ва ҳаводорони сомонаи Раҳим Production. дӯстони азиз, умедвор ҳастам тансияту хонаобод ҳастен. чӣ хеле ки мегӯянд ки иди рамазон омаду моҳи рамазон рафт. дӯстони азиз, беҳтарин бародар, беҳтарин чизе ки мо тӯли 11 моҳ интизор будем, як моҳра намедонем чӣ хел гузашт. ва имрӯз ҳамроҳи ака Абдуллоҳҷон тасмим гирифтем ки як барномаи озод дар рӯзи ид ки медонем бародарони азиз, мардуми мусалмон ду иди бузург доранд, ҳама медонем ва мефаҳмем. имрӯз як барномаи озода иншаллоҳ пешниҳоди шумо мекунем ва касе ки моро тамошо карданд то охири барнома тамошо кунем. беҳтарин барнома барои ҳар яки шумо мешавад дар мулки ғарибӣ ҳамроҳи бародарони ғарибӣ бо чеҳраҳои ғарибӣ. пешниҳоди шумо мешавад мардуми ғариб. ассалому алайкум. علیکم السلام و رحمت الله. رحیم جان به نام خداوند بخشنده و مهربان شاعرم چی خوش میگه که عید اضحی رسم و آیین خلیل آذر است. عید فطر در شریعت سنت پیامبر است صلی الله علیه و سلم. عید فطر را من مبارک گویم ای جانی من، جان من، ای نوری چشم و بنده یزدان من. خیز و دسترخوان بیارای تا که خانت پر شود، از خدوم یار دوستان کلبه‌ات پر نور شود. اون کلبه باید پر نور بشود. دسترخوان بیارین، مهمانا را انتظار شوید، عطاهای خداوند را انتظار بشید. چخیلی که رنجان گفتم امروز ما میخوایم یک برنامه آزاد از اون کودکی ها، از اون باور که فراموش نشونده که در روزهای عید ما دا فقط چی میگفتن؟ خانه فلانی دا تخم میتیان، خانه فلانی دا پفک میتیان، خانه فلانی دا زیاشکه میتیان. در اینجا خیلی یک سوال دارم نخواه، همون روزا نبود که در یک خانه 2 بار رفته باشی؟ بله بله. کاری که یک نوار در سامانه یوتیوب اومد میگه این خلطه دیگرش خلطه که میگه یا دودارم مخیر، میگه دودارم در خونه، میگه همین خیلی و یا حسن پریکولو. برادران عزیز، باور کن یکم ایده ما در غریبی گذراندم. ای در غریبی بهترین همه نماز میره و همه اید میکنه و باور کن یگان اید در وطن عزیز نمیبروه. با خدا قسم شاید که ما در همه سیتواسیون ممکن جایی باشه که برادران تاجیک همه در همجا جمع باشن یک جای اید کنن، لیک میگن که ما غریبیم، خواه نخواه یک روز نه یک روز با میریم وطن خود آباد میکنیم، در وطن خود کلبه میکنیم. با همین خاطر باور که به حد در ما سخت بود که ما در اینجا وقتی که در خانه ویدیو زنگ زدم مادر دادر میشون میته کودکا دویده اومدگی یک خرسندی یک چهره که نگاه که در همه روز نفری که به نفری دشمن یکجان با در خونش میره و یگان کس نمیگه که این خوردگی ما کم شدی، همه چهره که شده که بیا خوش اومدی. این همه فیض و برکت همین عید است. مسلمان ها چه خیلی که گفتیم 2 تا عید دارن، یک عید رمضان، دوم عید قربان. باید همه کینه و کبر و غرور همه شروع دا میگیم که کینه از سینه بدر کن ای پسر، زی آتش دوزخ حذر کن ای پسر، مثل های بزرگان.
همین دو ایده که یکدیگر بخشی نکنیم و دیگه زندگی کردن در این روی دنیا معنا نداره. بله برای همین برادران عزیز وقتی که ما نماز رفتیم از ساعت 4 سحر ساعت 4 هم رفتیم الکی جای 6 تا نیفتیم نگاه که یک بهترین چیز برای مردم مسلمان نعمت با در دولت مثال در دولت روسیه که جای نمازخوانی نمیوی باور میکنیم فقط بعضی چیزهایی بود که کمتر غمگین هم کرد اکه عبدالله جان نوارایی که در پرسپکت میره در دیگر جور شید ماشاءالله بهترینه با کمتر نوترتیبیایی که هستن کو مثال چخلن هر چی که باشه نباشه ما اینجا مهمونی کار کردیم برای همه خوبتر و بهتر میشود که ما را باید خصلت مونه آداب مونه رفتار مونه دیگر ملت ها بینن درک کنه که ما چخیل مسلمانیم مسلمانی اساسا با دل و با کرداری نیک میشود برادر جناب با همین خاطر وقتی که خود درجه یک پرابلم را میکنی این معنی را نداره جو شخص تو خم میگوی یک مسلمان وقتی که یک سخن پس زد تمامی امت در پیش رو میاد اسلام سیاه میشود. لیک بود که تاجیکایی که در درون آب دختری زدگی بودن خلاص کردگی بودن در همون نوشته در همه جا نوشتن که و سه تاجیکی مثال مانندس یاردم کردن دستگیری کردن نکرد با همین خاطر هم اکه عبدالله جان برای اکه مهمان گفتی در آداب مهمانداری ما نه اینکه در ایجا مثلا در ملک غریبی و روسیه مهمان ما عموما در همین مهمان در همین دنیا مهمان هستیم. آداب مهمانداری را باید ما چی بکنیم باید بدونیم. هر جایی که میریم چشمون مهمانی رفتیم چشمونه نفسمونه و ترتیبمونه خوب بکنیم. چخیلی که رحیم جان گفتن یک کاری که نشسته‌ای که ما میکنیم اسلام نازنین سیاه میشود میگه انا مسلمان پیامبرمون دور نمیریم صلی الله علیه و سلم با خصلت خوبش فقط بسیار دعوت میکردن یا یکی دیگر کسا را میگیریم اینا محمد علی را ما در نظر یک اینتریور تماشا کردم یک سیاه‌پوست یک میپرسن یک برادر اسلامی را میپرسن که چه خیلی مسلمان شدی میگه محمد علی میگه وقتی که من مخلصی وای بودم وقتی که من اشریش بودم او مسلمان بود الحمدلله میگفت مثال میگه فعل و رفتارش میدیدم در کوچه ها و در دیگر جاها ما با خصلت همون میگه چی کردم اسلام قبول کردم. مسلمان باید همین خیلی باشه. مهمان ما در اینجا نه در همین دنیا مهمان هستیم آداب مهمانی را چی کنیم به وجا بیاریم. بله دوستان عزیز اینا دیگه روز عید هم شد الکی یک روز عید هم گذشت باور کنین این برای خوردن برای خوردن برادران عزیز وقتی که در غریبی ما هم خونه برادران خونه یک عبدالله جان خونه خارجان خونه یک عبدالکریم دیگر برادران مهمون شدیم فخر کردیم که دسترخوان تاجیکی ای بچه اوزق در وطن بودیم اوزق همه دیدیم میگفتیم در کار نیست غریبی اومده بعد به قدر اوزقای اوچگی رسیدیم با خدا قسمه باور که همه چیزی وطن یاد میکنیم. برای همین دوستان عزیز هر چی باشیم نباشیم در همه جا ما نام وطن پس نه بلکه بلند ورداریم یگان چی بکم بودی نیست وطن ما بهترینه خداوندی قدر تنجی و آبادی را دادگه همه جا غریب بشه و هر کس غریب بشه و انشالله که ای بچه غریبایی که حوزی هستن ملیونر خدا را شگره در همه جا کردیستن غریبی معنایی را نداره که ای ظلمت ها هست نفرانه که بسیار شده که تجارت شد در هر جا روش میتن اون منال شما گفتن گیر من شب صحبت کنم شما بعض بسم الله کردن گیر ما اخیر میگیم که ما در کجا قرار داریم روز دوم عید الحمدلله ما عیدگردک اومده اینجا ولی در آخر نهار الحمدلله گفتن گیر الحمدلله رحیم جان گپ میزنه ما هم این چنین مثل دیگر برادرها یک برادر مسلمان سحر خیسیم الحمدلله فرزندک ما بساچه ما بدور کردیم رفتیم مسجد الحمدلله مسجد که 100,000 این نعمتی اسلام این باور کرد بهترین نعمت که مسجد جا نبود ما رفتیم در درون یک لیست خوندیم خیلی جای پوشیدش نیست بسیاری کسا در بیرون خوندن در دو ایده که مسلمان ها دارن بسیاری وقت در بیرون ها میخونن در روزهای عید اما متاسفانه یک چیزی غمگینانش هم اینه که بعد از عید یا که بعد از رمضان دیگه برادرها خوندن نماز و بعضی هاش من همش در نظر دارم دیگه اعتبار نمیتین اهمیت نمیتین همین اسلام نازنین 5 شاخه داره چخیلی که همین ستون خانه که 4 ستون داره در همون 4 ستون نیست اسلام نازنین هم 5 شاخه داره یکی از رکنهاش همین نمازه خوشبختانه میبینی روزهای عید پر رای لیکن متاسفانه بعد از عید روز جمعه میریم یا که دیگه در روزها مسجدها خالی ان
فقط دعا میکنم که در این روز عید پیش از همه اول شما را تبریک میکنم با عید گذشته یکم. این روز الحمدلله عید دوم. پیش از همه دعا میکنم که ایمان همه ما و شما را الله متعال چیکار کنه مکمل بگردونه. هر جا که هستیم غریب هم باشیم الله حفظمون بکنه. و آمدم خانه مهمانا را دعوت کردیم. الحمدلله انتظار شدیم مهمانا آمدن و یک برادر ما واسه در رحیم جان کردم. یک برادر چچنس اومد، چچنس لیکن اومد خانه در اومد گفت که مقصد از آمدن ما طلب دیدار است. از زبان خوشی همو شنیدم. من انشالله برنامه میکنم دارم. گفت که مقصد از آمدن ما طلب دیدار است، ورنه این نان و نمک در همه جا بسیار است. عمر اگر خوش گذرد زندگی خیزر کم است، ورنه ناخوش گذرد نیمی نفس بسیار است. باور میکنی گپ میزنه تاجیکانه میگه که تاجیک تیاره، افغانی گپ میزنه افغانی تیاره، آذربایجانی گپ میزنه خوش به حالش. در همین سالای 69 و 76 در میدان اینستیتوت دوشنبه خونده بوده. باور که ای خیام گپ میزنه، ای بیدیل گپ میزنه، ای باور که رودکی و سینو گپ میزنه، میگی بشینم فقط گوشش بکنم. من اون شخصیت در اون خانه انتظار شدم اومدن. باور که ایده دیگه همین شیشتم فقط صحبتی مردی خدا مردت کند میگه، صحبتی هر ناسزا سردت کند. شیشتم فقط گوش کردیم شد به نهایت خوش گذشت. من اخیرا بلوزم با 4-5 زبان گپ میزنم. اینا باونه آقا جان گیره تا باور کن عجایبی علم برنامه ها در همه برادران. هر یک چیز دیروز من از اون جمله در همجا زنگ زدم، دسترخوان ایشان دادن، زنگ زدم بچه‌م خیلی اینترست چقدر ایجام ویدیو تا گریان میکنه و همه خیلی کو مقصد زنک در خونه چقدر یک چیزی که میکنه میگه که کسی که خرم نخرم باور که هم دسترخوان میمونه روزی برکتش بخشه. باور که اگر در دیگر روز باشه که دسترخوانم رنگی زنبور میشه نگاه میکنه همه چی منیکین خوریه پاک ز خوردگینش. با این خاطر ما خواستیم که یک صحبت آزاد در واسه هم برادران کنیم که در غریبی ای برادر جان ایمانوی را نداره که ما تا ابد در همینجا میمونیم. هر یک چیز وقت ساعت خچه داره. میگه که ای سورمان آهیستران جانم میرود. مقصد همین خیلی همه چی با مرور زمان با وقت ساعتش میشه. فقط چیکار کردن نکار در کجایی که باشیم نباشیم در طاعت عبادت کی بدنمونه کی شیدنمونه فراموش نکنیم برادران عزیز. چون که اگر ما کی بدنمونه کی شیدنمونه بدونیم انشالله که همش میشود. یگان کس از روزی به دنیا اومدگیش پرزیدنت نبود، وزیر نبود، دهقان نبود، مثال 10 مرده نبود. هر یک انسان هر یک کودکایی بودن میگه که ما میدیدیم بینیاش ریختگی میفتیم فلان هاز یک کار ده یک تجارت ده که عقل انسانی نمیگیره. حرکت برای همو در کدام اومد دیگه گفتم که بعضی نفر کار بعضی را ناعادلانه میگیره. مثال میبینم میگه ای یک استوی ابیش نیامد اخ کارم در اینا میگلتم در چی در کار خطی فلان میکنم. لیک روز ساعتش میشوه که کاری را تمام آدم بود کردن نمیتونه همون پیش استو میره بود میکنه برادرها. برای همین هر یک کس هنرش با چشم کم نبینین. هر یک هنر صاحبی هنره برادرها. چیزی که باشه نباشه یک روز محتاج میشی. بله اخی الحمدلله شما از روز یکمی که از ما بود یا که از رحیم جان بود شما الکای خبردار شدین کم و بیش هم باشه. و خواهش ما همینه که ما پیش از همین اول گفتیم که خواهش ما همینه که هر یک نفر شما همین عید یکم چی خیلی گذروندین یا 2 دقیقه وقت میروه شاید در زیر کامنتر حتما بنویسین خوب گذروندین یا اینکه بد گذروندین. خوب و بد همش از جانب الله هست. شما باید در یگانش دل مونده نشوین، زیرا که الله میگه هر او چیزی که بسری بنده های من میبیه از جانب من. اگر که شکرگزار باشه خوش به حالش، اگر بی‌طاقتی کنه و گفتار و رفتار شیطان بگیره به هر راه میروه. به هم خاطر در زیر کامنتر بنویسید که چخیل همین ایده گذروندین و در کجا در حلقه کجا کدام یار دوستا یا نه. بله اکا. لیک ما هم شاید حال شدیم که در روز عید بسیار نفرها خرسندن، بعضی نفرها اشکی چشم داشتن اکا. بعضی نفرها مثال صاحب فرزند شدن و بعضی نفرها نزدیکترین اون انسانشون از دست دادن. بعد نفری که ما یک شخصی نزدیک دیدم در استوریش نویسه که در حق فلانی دعا کنین. ما گفتم خیلی دیروز قطعش نوار کرده بودیم، دیروز قطعش گپ زدیم. گفت همین روز ساعت 14 روز عید نمیدونستیم که چه خیر شده. میگفت زنگ مون زدن که گفت کار همین خیر شده. با همین خاطر دوستان عزیز وقتی آخر
باور کنید خطون همه شاهدی حال هستن که عمر گذشتن شکو باور که ساعت اسپید نمیکنه اقرب وقت ساعت اسپید نمیکنه که عمر چی خیلی گذشته. با همین خاطر دوستان عزیز بیاین کینه غرور بدبینی آدمی تحقیر حقارت های بیزب همه را مون برادران عزیز باور که یا یگان تاش بعد ما فردا روز قیامت نمیرسه. فقط یک سخن خوب در نزدیکترین برادرت با پدر و مادرت با یک نفری که خوبی کرده نمیتونی بدی نکنی برادرم. اکا عبدالله جان میگم بیا دیگه رمی از زخی صحبت نکنیم. باور که میدونم که همه برادرها درد غم داره یک چیز باشه که کم تا روحشون خوشحال کنه. های دویو این چی دو که لباسو ایدی تنم بروری اوه این اما چه 300 ساله هم کتر پیشدیسی ای مایل همه که با همین تا انگور پیشدگی مرا سر کردن این چی میتی مرا خبوی مکردی که و با ایدی یگون تخم بتیم تا یگون چی بتیم تا اوه اید مبارک بگم برای اما شما داره جانم قطی اینا نیو همش برای خطا ایدگردر داره اینا نگه کن همین همش در مای من نشان دادم جانم این چی یا برای خودت نیست یا هر اون نفر که همین میبیوی کو ایدگردر تو چند روزه این چند روزه در جای ما 30 روز اینایی برای خود توفه ایناییش و ایناییش اینایی جوی نمازو اینایی ناوشنیکو با اینایی خیلی ناوشنیکی تایپ سی دار ایچی دار وای پوی بانک لیکن از همین 4 تا یک شا انتخاب کو همه شاکد همه شما را نمیتی؟ نه یک شا انتخاب کو اکی 4 تا مرا ایشون داده نمی دلو هر 4 شا بخواهم یک شا انتخاب میکنی این در کجای خود مناخی ایجا؟ این میگم پولاد بسیار شده اکشی ده همون دکان خودت پدر کرد توفه کردگی در کنو خیلی دارد نیست چهره مهم نیست بله این زیارت شو بکنم زیارت شو بکنم این میمونی همش زیارت انا بو میگو که تو بهودا مرا دعوت نمیکنی خانگورا برای رکلام آموده ها زمین نوار بود چوانی همش خود بر سر بشود نه الحمدلله هر کسی که میبینه الحمدلله در سخن مو بوزه یکی اگه کسی اسکرین شات نکرد در گروه پارت پگا بیا انگور تاخش کرده نیست نه الحمدلله تو سه چوز ایده هست الحمدلله و این توفو باشه تا آخر ما میدونیم که 3 4 ماشید فقط هر اون نفری که میبیاد دکان ما به چی نمیره به توفه نمیره ماشاءالله بهترین خیلی یکم بیا خدمت یک چی بگم پیشون یک جمعه که هجومه و همین یک محید رمضان دارم میشه بخیر بگیرم آخرمون خیلی اخی اکا غریبی میدونی کوربان خاطر گفتم یکی ایمونیتتم 100 نه 50% بود گفتم روزه را نخورم با هم خاطر همین برادران مال رنگ همین مواری در رمضان 100% وای نکردن اکی دیگر میان گرفتنی با هم خاطر اکی نه یکم ایسری کردم سر میکنم یعنی همین برادران هم بیان همین 4 نمود میتونه که جوی نماز بگیره میتونه این ماشینکای روشن بگیره و میتونه در نمود نوشنیکا ایش اورجینال شاینه نه ما فکر میکنم که برای ما همیشه خوبه ده برای مسکو در روش پوش کانتوفکا پانتوفکا چی خیلی اخی تری هم ولی میلیون میشه هر چیزی که میخواد همین 4 چیز دستش ان شاء الله انتخاب در دست هر یکی ما بله هر اون نفری که میبیویا انتخاب در دست بختیار میگن اختیار به دست بختیار چیزی که اون میخواد اون الحمدلله میتیم شه یا کی ماشینکا یا کی ناوشنیک یا اینکه یک تا جوی نماز الحمدلله چون شب با ان شاء الله نشون بشه. اگر برادرایی هم که هجوما نگیرین میتونه که داروی گیاهی و دیگرش هم خریداری خوب کنین ان شاء الله در شما هم از اینها توفه میکنن نه که عبدالله جان با همین خاطر میگم که مقصد ما طلب دیدار است و این نان و نمک در همه جا نیست در همه جا نیست یکی میشه نه برادر خب یا نفر میمونه هستن که خودشون بس خونه نمیوین اخی و اون رو میگیره نمیبره برای همین دوستان عزیز ان شاء الله همه شما را انتظاریم در دکان مرکز خدمت رسانی زیارت شاپ ای بندگان خدا بیاین خیر رفتیم که حجاب میکنید رفتیم خوش آمدید